سلام. یه چیزای خیلی عجیب غریبی گذاشتم. رنگ آبی اکولین، رنگ سبز، بهتون میگم میخوام چیکار کنم باهاشون. سفید، مطمئن نیستم سفیدش سالمه یا نه. مرکب قرمز. حالا چی دارم اینجا؟ یه چیز بامزه آوردم. اینو میبینین؟ این فیلتر قهوه است. عرفان باهاش کمکس درست میکنه. همه این سالا فیلترهای قهوهشو نگه داشته، شکلهای مختلف داره. یه چند تا دیگه هم دارم. خیلی بامزه نیستن پترنش؟ من میخوام امروز بشینم روی اینا نقاشی کنم و داستان اولین کمپمو که بهتون قول داده بودم برای جنوب تعریف بکنم. اینجا رو ببین. چیزی که میخوام نقاشی بکنم خیلی جذابه بر خودم. یه سری تا اینجا داره. این تاها رو میبینین؟ خط تاها. احتمالا از این خط تاهای استفاده هایی بکنم. حالا دقیقا نمیدونم چی. این اولین اپیزود سفرنامه است. من هنوز برای سفرنامه اسم نذاشتم. دوست دارم همینجوری سفرنامه صداش بکنم. به نظرم خیلی بامزه است. خیلی سخته که همزمان نقاشی بکنی و همزمان حرف بزنی. اولین سفری که ما رفتیم جنوب، خودم اهوازیم و مثلا دوران کودکیم هر سال عیدا میرفتیم اهواز. مام بزرگم اونجا بود. خوش میگذشت، با بچهای فامیل بازی میکردیم و حس و حال اهواز رو خیلی دوست داشتم. بعدن فهمیدم که جنوب جزایر هم داره. چندین سال پیش من کیش رفتم یه بار. چندین سال گذشت و این ایده اومد تو سرمون که پاشیم بریم یه سفر. بیشتر از همه هرمز توی سرم بود. با یک اکیپی آشنا شدیم که اونا می‌خواستن برن کمپ بکنن اونجا و من اطلاعاتم راجع به کمپ صفر بود. عرفان چندین بار حالا کمپ کرده بود قبلا، ولی من خیلی هیجان داشتم و خیلی میترسیدم از اینکه شب بخوام تو طبیعت بخوابم. نمیدونستم مثلا چه شکلیه، چقدر احساس امنیت میکنه آدم. تصمیم گرفتیم که بریم هرمز کمپ کنیم. برای من هیجان انگیز بود. خب قبل از اینکه بریم سفر، من رفتم با دوستم خرید کمپ کردم. چیزایی که نداشتم و خریدم. هی آمار میگرفتم، هی اطلاعات میگرفتم از کسایی که رفتن کمپ. آقا چی نیاز داریم اونجا؟ پر از شوق و ذوق و هیجان بودم. ما روزی که می‌خواستیم بریم، ما با قطار از اینجا رفتیم بندر عباس و از قطار جا موندیم. تقریبا 5 دقیقه یا 10 دقیقه تأخیر رسیدیم به راهن و قطار راه افتاده بود. من هر جوری بود میخواستم خودمو برسونم به قطار. هر جوری بود. یعنی اون لحظه واقعا انگار که هیچی نمیفهمیدم و هیچی نمیدیدم. فقط میخواستم برم سوار قطار بشم. یعنی اگر که جاش بود واقعا میدویدم دنبال قطار. همونجا یه تاکسی گرفتیم، یه آژانس گرفتیم که ما رو رسوند به ایستگاه بعدی. قم بود فکر کنم. که ما به اون ایستگاه رسیدیم و قطار متوقف شد و وایساد اونجا و سوار شدیم. و اینجوری رفتیم بندر. از بندر با شناور رفتیم هرمز. وای، اصلا اون لحظه‌ای که تو سوار شناور میشی و یه دفعه وارد آب اینجوری میری توی دریا و تو دریا رو میبینی، خیلی هیجان انگیز بود. خیلی جذاب بود برای من. لحظه‌ای بود که من هرمز رو از دور دیدم. اصلا کوهی بود، شکل خیلی عجیب غریبی داشت، خیلی خوشگل بود. همینجور که جلوتر میرفتیم اقامتگاه ماجرا، اون اقامتگاه رنگی رنگی رو دیدیم و وارد جزیره شدیم. احتمالاً کمتر بخوام نگاه بکنم، ولی شما من نگاه بکنید تو رو خدا. ما اونجا یه خونه خیلی کوچولوی محلی گرفتیم. یکی از دوستام البته گرفته بود. من اصلا توی اون سفر هیچ کاری نبودم، فقط همراه بودم و همین که بخوام خودم رو زنده نگه دارم تا آخر اون سفر، به نظر من خودم برای خودم یه تیکه خیلی بزرگ و دان کرده بودم. یه خونه گرفته بودیم که وسایل‌ها رو ببریم اونجا، چون تقریبا 8-9 نفر بودیم و خب می‌خواستیم بریم کمپ. وسیله‌ها زیاد بود، هی باید وسیله‌ها رو جابجا می‌کردیم. خونه خیلی بامزه بود. خیلی منو یاد اهواز مینداخت. کلا اونجا کوچه پس کوچه هاش منو به شدت یاد اهواز مینداخت. یعنی بافتش خیلی شبیه به بافت کوچه پس کوچه های اهواز بود و من این حس رو خیلی دوست داشتم. احساس نمی‌کردم که اونجا غریبم. احساس می‌کردم که مثلا انگار برگشتم یه جایی که خیلی خاصه و ممکنه هر کسی این حس بهش دست نده، ولی به من خیلی این حس دست داد. بد نشد. صرفا چند خط گذاشتم. ما از اونجا سریع وسایلامون رو جمع کردیم که بخوایم بریم کمپ کنیم، چون که بچه ها میگفتن که، یعنی اینا همش تجربه بچه ها بود، من اونقدر واقعا اون موقع دیتایی نداشتم
بچه ها میگفتن که قبل از اینکه آفتاب غروب کنه بریم کمپ بکنیم، وسایلامون رو بچینیم، غروب رو ببینیم. ما اولین جایی که رفتیم ساحل سنگ قراب بود. اصلا یکی از زیباترین ساحلایی که تا الان دیدم. خب من بعد از اون چند بار رفتم جنوب، ساحل‌های مختلف رو دیدم توی جنوب. قطعا همه ساحل‌هاشو ندیدم، ولی تا الان سنگ قراب اولین ساحلی که من دیدم و اولین تجربه کمپی که اونجا داشتم یکی از بی‌نظیرترین ساحل‌هایی بود که اونجا ما زیست کردیم. واقعا انگار میتونم بگم که 2 شبانه روز ما اونجا زیست کردیم، سکنا گزیدیم، چادر برپا کردیم، شبش آتیش روشن کردیم. همون شب اول من فیتوپلانکتون دیدم تو دریا. خیلی خیلی هیجان انگیز بود برام. اون یکی از خفن ترین شب‌های زندگیم بود که من توی تاریکی مطلق و خیلی هم کسی نبود دور و برمون، یعنی کمپش یه جای خیلی سیف بود. اونقدر کمپ نکرده بودن اطرافمون، دورتر کمپ کرده بودن. و فیلم فیتوپلانکتونا رو براتون میذارم. اون شب من خیلی نتونستم فیلم و عکس و اینا بگیرم. یه چند تا فیلم خیلی قشنگ گرفتم از موزیکی که گذاشتیم اونجا، حس و حالی که اون شب داشت، صدای آتیش بود، خیلی قشنگ بود. یکی از دوستای من گفتش که فیتوپلانکتون ها اومدن و من اصلا نمیدونستم چی ان، فیتوپلانکتون چیه. رفتیم توی آب و به من گفتش که دستتو تکون بده، مثلا پاتو تکون بده. ببین من دستمو تکون میدادم توی تاریکی مطلق، دست من یه دنباله نور آبی داشت با خودش میبردیم ورون بر. یه چیز فکت خیلی جالبی که شنیدم راجع به فیتوپلانکتون ها این بود که لحظه مرگشون رو ما میبینیم که نورانیان، یعنی یه نقطه است که روشن میشه، آبی میشه، میدرخشه و بعد از اون میمیره. و اصلا خیلی خفن بود، خیلی خوشگل بود. من اصلا آدم مولتی تاسکی نیستم، نمیدونم چرا این ایده رو انتخاب کردم که نقاشی بکنم و ضبط بکنم، چون که آدم باید یه کار انجام بده دیگه. مثلا 2 تا کار انجام دادن یه جوریه به نظرم. من همه تلاشم دارم میکنم ولی حالا شاید نتیجه داد. این از تجربه شب اولی که ما تو کمپ بودیم. از شبش بگم، من یخ کردم شبشو. من واقعا یخ کردم، یعنی هر چی شلوار برده بودم پوشیدم رو هم دیگه، هر چی تیشرت، تاپ، لباس، کاپشن، بارونی، همه اینا رو هم دیگه پوشیده بودم و واقعا یخ کردم. خیلی سردم بود، کیسه خواب نداشتم، ولی خیلی خوش گذشت. خیلی جالب بود. یعنی من به زور خوابیدم اون شبو، ولی صبحش که پا شدم طلوع خورشید رو که از لای چادرمون رو زدم کنار و طلوع خورشید رو از دریا دیدم و صدای پرنده ها رو شنیدم، یه روح جدیدی انگار به من اضافه شد اون روز. و من یه عادتی که دارم توی کمپ اینه که من گوشی رو کلن توی دو نات دیسترب میذارم، یعنی کلن ایرپلین مود میذارم که هیچ آنتنی نداشته باشم. حتی اگر که آنتن باشه، معمولا هم آنتن نیست، ولی یه موقعی آنتن میاد، اس ام اس و تبلیغاتی و فلان و اینا برات میرسه. من اصلا نمیخواستم اونم داشته باشم، فقط خاموش نکردم گوشیمو، چون که خب عکس و فیلم دوست داشتم بگیرم. این از تجربه کمپمون توی ساحل سنگ قراب بود. بعد از اون ما برگشتیم به شهر و توی شهر خب خیلی خیلی جذاب بود خود شهرم برا من. خیلی بافت خیلی محلی و مردم خیلی باحال. یعنی من اونجا با بچه ها حرف میزدی، باهات صحبت میکردن، میخندیدن دیگه. مغازه های خیلی بامزه اونجا بود، مثلا کافه های خیلی بامزه اونجا بود. چند تا خیلی نکته مهم هست اگر که میخواین برین هرمز باید بدونید. یکی اینه که باید بدونید که هرمز سیستم دفع زباله نداره. یعنی تمام زباله ها از ساحل بگیر تا توی خونه ها توی یه سایدی میرن اونجا
و اون سایدی که وسط جزیره است به شدت بزرگ شده و به شدت بوی بدی داره میده و هیچ کاری هم براش انجام نمیدن. فکر کنم که وقتی آگاهیم و میدونیم که همچین اتفاقی داره میفته، کوچیکترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که توی ساحل که اصلا زباله نباید بذاریم. اینو که خب اصلا مسلمه، همه میدونیم. اگر که حتی توانایی اینو داشته باشیم که بتونیم زباله هامون رو از خود جزیره هم خارج بکنیم که اصلا دیگه خیلی خفنه. معمولا هرمز رو یه روزه میرن. من اصلا پیشنهاد نمیکنم یه روزه برین راستش، چون هرمز خیلی دیدنی های وسیعی داره، خیلی طبیعت غنی داره. این یه ساحل بود داشتم ازش تعریف میکردم. ما بعد از اون رفتیم ساحل های مختلف رو دیدیم. رفتیم ساحل نقره‌ای رو دیدیم که واقعا انگار که اکلیل بود همش. خیلی خوشگل بود، خیلی زیبا بود واقعا. ساحل رنگین کمان رو دیدیم. ساحلایی که بعداً تو سفرهای بعدی دیدم رو توی اپیزودهای بعدی بهتون میگم. تا الان داشتم با مداد چیز میکردم، میخوام که سویچ بکنم با راپید که یکم جدی‌تر بشم و بتونم که کار زودتر فاینال بکنم. اونجا ما رفتیم بعدش توی شهر و خب توی شهر هم خیلی قشنگ بود. جاهای مختلف شهر رو میرفتیم میدیدیم. یه چیز خیلی جالبی که اونجا داشت این بود که میگو فراوون بود. ماها عاشق میگو شدیم اونجا. یعنی انقدر خوشمزه بودن اون میگوها و انقدر تازه بودن. من به هیچ غذای دیگه کلا توی جنوب فکر نمی کنم. حتی مثلا ماهی هم خیلی کم امتحان کردم، انقدر که میگوهای اونجا خوشمزه است. دو پیاز میگو، سمبوسه میگو و یا عالم غذای دیگه که من احتمالاً بلد نیستم با میگو. پلو میگو هم یه بار خوردم. میگوهای کوچولوی با مزه دوست داشتم من. بعد دیگه براتون بخوام بگم اونجا رفتین میتونید از محلی هاشون خرید بکنید. وقتی رفتین هرمز یه سری ماشین اونجا نداره. این یه نکته‌ایه که دوست داشتم بگم. اونجا ماشین خیلی کم هست. البته که من دفعه آخری که رفتم خیلی یعنی بیشتر از همیشه حد معمول ماشین دیدم که اونجا رفت و آمد داشت و واقعا برام ناراحت کننده بود. واقعا یعنی اینجوری هم که با یه جزیره کوچولو موچولو چرا باید ماشین بیاری توش؟ و خودشون هم وسیله نقلیه خاص خودشونو دارن. وسیله نقلیه‌شون اونجا سه چرخه که بهش میگن توک توک. سه چرخشون یا همون توک توک ها خب بیشتر دست کسایی که انگار که مثلا اسنپشونه، دست محلی هاست. قیمتاشون واقعا نمیتونم بگم که بالا، نمیتونم بگم پایین. اونا یه طبیعت خیلی بکر رو دارن در اختیار تو قرار میدن که من اینطوری هم که واقعا نوش جونتون اگر که دارین درآمدزایی میکنید از این طریقی که تو مسافر رو ببری این ور اون ور و هرچی اطلاعات راجع به هرمز بلدی، هرچی اطلاعات راجع به جنوب بلدی، چون بچه‌ها اونجا بودی، داری این اطلاعات رو شیر میکنی با مردم، با مسافرا. اونجا محلیایی رو دیدم که خیلی خیلی صمیمی باهات دوست میشدن، باهاشون گفتگو میکردی، راجع به هرمز بهت میگفتن، راجع به جنوب کلا بهت میگفتن. اونجا دریا، اگر که راجع به دریا حرف بزنم فکر کنم شاید تمرکزم بیشتر بشه سر این، چون دارم دریا میکشم. دریا برای من یه شکل دیگه ای بود، یه رهایی داشت برا من، انگار که دریای واقعی بود. یعنی اینطوری بودم که تا الان هرچی دیدم دریا نبوده، که آب صرفا بوده، رودخونه بوده، دریاچه بوده. ولی حقیقتش اینه که چیزی که اونجا باش مواجه میشی دریای آزاده، خیلی جذابه. یعنی تو چیزی رو داری میبینی که انگار وصلت میکنه به زمین، انگار وسعت زمین رو داره بهتون نشون میده که ببین زمین چقدر بزرگه، ببین دریا چقدر بی انتهاه. وای من اصلا عاشق دیوونه دریام واقعا. من توی اون سفر فهمیدم که واقعا خورد و خوراک توی سفر اصلا اهمیتی نداره، مگر اینکه حالا مثلا یه جایی بخواین برین که نمیدونم مثلا یه شهر خفنیه، شهر مثلا بخواین برین بگردین. خب ما چیز بودیم دیگه، ما اصلا جزیره و جای ساحلی و اینا یکم داستانش فرق داره. اونم جایی مثل
هرمز که انقدر مثلا لوکال و محلی. اونجا به من گفتن خاله. بعد ما اونجا رفتیم خونه یه خاله‌ای که خونهشون رستوران بود. یعنی اونجا اکثر رستورانا مثلا چیزی که به اسم رستوران باشه این شکلیه که خونه است، پشتی گذاشته، همون دکور خونه خودشه، روی زمین میشینن آدما، آشپزخونه هست، اتاق هست، بچه‌ها میچرخن، بچه‌ها مثلا نوه‌ها و فلان و اینا میچرخن اونجا رفتیم واقعا یکی از بهترین دو پیاز میگوهای جنوب رو خوردیم. من مثل اون دو پیاز میگو این همه بعد از اون رفتم سفر و جاهای مختلف و ساحل‌های مختلف و اینا رفتم، اینقدر خفن دو پیاز میگو تا حالا نخوردم. اصلا بی‌نظیر بود، بی‌نظیر. دو پیاز میگو چیه؟ مثلا پیاز رو تفت میدن با یک کوچولو فکر کنم مثلا رو به گوجه و اینا، میگو خیلی زیاد و سیب زمینی که مثلا پخته شده و اینا و با برنج سرو میکنن. کنارش مثلا سایدایی که میارن چیه؟ ترشی انبه میذارن کنارش. تو کاملا اون مزه جنوب میده. یعنی این واقعا برای من مزه جنوب میده. نقره داره پاک کنه منو میدزده، نمیذارم پاک کنم و بردارم. داره تبدیل به چیز بامزه و جالبی میشه. من فکر کنم فقط یه سایدشو بتونم نقاشی کنم. اسب دزدید. گربه های شما چسب کاغذی میدزدن؟ ببینید خیلی بامزه شد، فکر نمی کردم. بعد از اینکه 2 روز کمپ کردیم تو ساحل سنگ قراب، برگشتیم شهر رو دیدیم، تجربه رستورانگردی و اینا رو داشتیم، خب میگو خوردیم و اینا. بعد از اون هوا بارونی شد و مجبور شدیم که کمپ شب بعدیمون رو کنسل بکنیم که خیلی هنوز ناراحتم به خاطر این قضیه، چون که بارون نیومد. یعنی قرار بود بارون بیاد، یه نمه بارون اومد و ما گفتیم که اوه ما دیگه فردا نمیریم کمپ و فردا شد هوا آفتابی بود. این اتفاق تو جنوب خیلی میفته که بهت خبر نمیدن که اصلا، یعنی اصلا با هواشناسی خیلی متفاوته، هر کاری دلش بخواد میکنه آسمون. ما یه شب کمپ از دست دادیم، ولی شب بعدیش که میخواستیم بریم کمپ رفتیم ساحل مفنق چطوریه؟ ساحل مفنق دقیقاً پشت جزیره قرار داده، یعنی از ورودی شهر که وارد میشی انتهای جزیره است. شمال جنوبش رو دقیقاً نمیدونم، میگم بهتون. توی ساحل مفنق راه مستقیمی نداره که بخوایم مستقیم مثلا با توک توک بریم اونجا مستقیم توی ساحل پیاده شیم. چطوریه؟ دور تا دورش یه کوه خیلی بلنده که 2 تا راه داره که تو میتونی بری توی این ساحل. یعنی یه ساحل بسته حساب بکنید شما. یعنی بذار اینجوری بهتون نشون بدم، هم نقاشی من ببینید. اگر که این جزیره است، اینجا ورودی هرمزه، خب اینجا ساحل سنگ قرابه که ما بودیم، اینجا طلوعه، پس اینجا میشه شرق. بعد این سمت جزیره، یعنی دقیقاً موازات با ورودی جزیره، میشه مفنق. حالا چطوریه مفنق؟ اینطوریه که تصور کنید اینجا دور تا دور کوه، اینجا یه ساحله و این دور تا دور کوه اینجا کوهستانیه و بعد میرسه به جاده دیگه، میرسه به جزیره و جاده. حالا توی مفنق 2 تا راه ورودی داره. یکی این که از کوه‌ها بری بالا بیای پایین، یه کوهنوردی خیلی خیلی سختی داره. من نرفتم، پلن بیامون بود که اگر که نتونستیم با قایق بریم از طریق کوه بریم. مسیر دومش اینه که راحت ترش و آسون ترش اینه که توی همون تیو بندر اصلی هرمز که هستین از اونجا قایق بگیرید و برید به ساحل مفنق. یعنی جزیره رو دور میزنه. انقدر زیباست وقتی جزیره رو دور میزنه. شما از نزدیک دارین جزیره رو از بیرون میبینید. خیلی خوشگله، خیلی. عکس و فیلم براتون میذارم حتما از این قسمتش. مفنق
با همه جای جزیره برای من متفاوت بود. اونجا بافت خاکش متفاوت بود، کلا بافتش فرق میکرد. احساس میکنم به خاطر این بوده که حالا کوهستان بوده. خیلی بچه‌ها میگفتم که وقتی داشتیم قدم میزدیم اینجوری بودم که ببین اینجا زمینش نرمه، کره ماه انگار داری قدم میذاری. خیلی عجیب غریب بود و خیلی قشنگ بود. ساحل خیلی بکرتریه، کمتر آدما میرن کمپ میکنن، یا اگر که میرن کمپ میکنن کمپ طولانی مدت میکنن. ما یه شب رفتیم اونجا موندیم، شبش به شدت گیرا بود، به شدت، یعنی اصلا عجیب غریب بود. ستاره و آسمون خیلی فوق العاده ای داشت اونجا، واقعا خفن بود. 3 ضلع ساحل رو کوه گرفته بود و یه ضلعش دریا بود. احساس میکنم به خاطر موقعیت جغرافیایی بوده که یکم آب و هوا رو حس میکردم که متفاوت با جاهای دیگه جزیره است. اینم از مفنق. ما شب آخرمون بود که اونجا کمپ کردیم، خیلی خفن بود، خیلی دوست داشتیم تجربه کمپ اونجا رو. دارم رنگامو میریزم توی پالت رنگی که یه کوچولو اگر که نقره پاش نره توی رنگا و رنگی نشه. خب از این به بعد تصویر من رو اینطوری دارین. میخوام نقاشی رو کامل بکنم. من نمیدونم چقدر واضح معلومه. میرم که کاملش بکنم و داستانمون رو کامل بکنم. این اولین تقریبا نکات مهمی که توی اولین سفرم توی هرمز بود رو بهتون گفتم. ما دفعه اول فقط هرمز بودیم، چندین ساحل دیدیم و به خیلی از ساحل‌ها نرسیدیم ببینیم، خیلی از جاهای جذاب دیگه جزیره رو نرسیدیم ببینیم. انقدر که هرمز وسیعه و انقدر که برای تو یه چیزی داره، همیشه یه چیزی برای ارائه داره. شماها اینطورین که برنامه ریزی میکنید که آره بریم فلانجا 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 و اصلا میرید میبینید که هرمز براتون انگار یه برنامه دیگه ای ریخته. مثلا میرین ساحل سرخ رو ببینید، یه دفعه میرین تو ساحل سرخ، بعد یه ساحل دیگه ای بهتون نشون میده اون پشت ساحل سرخه. 2 تا ساحل کنار ساحل سرخ هست به جز جای توریستیشه. یکیش دقیقاً وقتی وارد ساحل سرخ میشین، خود ساحل سرخ که اصلا بی‌نظیره واقعا، ولی برای اینکه یکم بتونید خلوت بیشتری داشته باشین، یکم از فضای آدم‌ها و فضای توریستی دور بشین، یه ساحل دقیقاً سمت چپشه، یه ساحل سمت راستش. 2 تا ساحلا به شدت جذابن و خوشگلن. من خیلی 2 تاشون رو دوست دارم. بذارید که جزیره سورپرایزتون کنه. اگر که میخواین برین هرمز، واقعا بذارین که سورپرایزتون بکنه، ببینید که چی بهتون نشون میده. چون واقعا نشون میده، یعنی واقعا اینطوریه که میاد مسیرتون رو عوض میکنه، جذابیت میده به سفرتون. اصلا ایناش خیلی جذابه. اگر که هر سوالی که داشتین راجع به هرمز رفتن به من بگین، من میتونم که تا جایی که بلدم راهنماییتون بکنم. و حالا این یه سفر بود از هرمز. اپیزود بعدی سفر بعدیمو میگم به هرمز که اونم خیلی هیجان انگیزه. همین. بگین که این سبک ویدیو رو چقدر دوست دارین. بذارین یه لحظه. بگین که این سبک ویدیو رو چقدر دوست داشتین. اگر که تا اینجای ویدیو دیدین، برای من یه ایموجی جزیره بذارین. سوالی داشتین بپرسین، من جواب میدم بهتون. دیگه این که از اینجا به بعد دیگه صحبت نمی کنم و بریم که نقاشی رو کامل بکنیم و نقاشی رو بهتون نشون بدم.